و طهر بیتی، خانه ام را پاک کن. از آن هنگام که الله متعال خلیلش ابراهیم علیه السلام را به مکان کعبه راهنمایی نمود و زمینه را برایش مهیا ساخت تا خانه را بنا کند، و وی فرمان داد که هر نشانه شرک و بت پرستی را از آن دور سازد و از هر گونه نجاست و ناپاکی ظاهری و باطنی پاک گرداند. در طول تاریخ مسلمانان پیوسته توجه و اهتمام ویژه به امور حرمین شریفین داشته و دارند. پاک و منزه است آن ذات که بیت الله الحرام را مکان برای استواری مردم قرار داده و امن گردانید. مردم به سوی آن می آیند و هنگامی که روح خود را تراوت دوباره بخشیدند باز می گردند. به علت نسبت داشتن این خانه به الله، دلهای عاشقان سخت به آن گره خورده است. هرگاه نام بیت الله الحرام برایشان ذکر گردد شادمان می شوند و هرگاه به یاد دوری از آن می افتند اشک در چشمانشان حلقه می زند. الله متعال سرزمین حرمین شریفین را گرامی داشته و آن را پناهگاه دلها قرار داده است و از زمان ابراهیم علیه السلام این مکان را مورد توجه و اهمیت و بزرگداشت مسلمانان قرار داد. بنابراین سفارش خادمان حرمین شریفین جهت ارائه بهترین خدمات به زائرین این دو مکان مقدس، ریاست کل امور مسجد الحرام و مسجد النبی، بخش اداره امور نظافت و فرش ریاست کل امور مسجد الحرام و مسجد النبی، کلام الله متعال و طهر بیتی را شعار خود قرار داده است تا مدال افتخار و عزت باشد برای تلاش و موفقیت در طول تمام ساعات شبانه روز. برنامه ریزی دقیق و به کارگیری تجهیزات مدرن و ماشینالات مناسب با طبیعت کار در کنار خانه کعبه نشان از موفقیت کار در اداره امور نظافت و فرش مسجد الحرام دارد. خدمت رسانی به زائرین حج و عمره که همزمان در یک مکان گرد هم می آیند به سعی و تلاش و برنامه ریزی دقیق و کارشناسی شده نیازمند است و نظارت دقیقی را می طلبد. برای اجرای این مهم اداره امور نظافت و فرش حرم از نیروهای مجرب آموزش دیده کمک گرفته و بیش از 200 کارمند اداری در این بخش زیر نظر ریاست کل حرمین شریفین کار می کنند و علاوه بر این 2700 کارگر و بیش از 260 نفر بازرس و 100 نفر ناظر که شامل مرد و زنند نیز در این بخش مشغول به کارند. کار این گروه در طول 24 ساعت مستمر بوده و بر 4 وقت کاری تقسیم شده است. ریاست عمومی حرم پیشرفته ترین دستگاه ها و تجهیزات را تدارک دیده تا وظایف گوناگونی را در داخل مسجد الحرام و محوطه مجاور آن انجام دهند. 40 دستگاه ماشین برقی و 120 دستگاه برای حمل زباله و علاوه بر آن 60 دستگاه مختلف دیگر نیز برای شستشوی مسجد الحرام
و محوطه های اطراف آن تهیه شده است. از مهمترین کارهای اداره امور نظافت و فرش می توان از شستشو و مراقبت فرش ها، جمع آوری زباله ها، غبار روبی و عطر افشانی اماکن مربوطه نام برد. حرم شریف به صورت روزانه در 4 نوبت شستشو داده می شود. این عمل از صحن طواف شروع، سپس به محل سعی و کوه صفا منتقل گشته و در محوطه بیرونی امتداد می یابد. همچنین بخش‌های مرتبط به آب آشامیدنی و وضوخانه های خارجی نیز در طول شبانه روز 5 مرتبه با مواد شوینده پاک می گردد. اما سرویس های بهداشتی که تعداد آن به 14,000 واحد می رسد، روزانه 4 بار شستشو داده می شود. با وجود شلوغی بیش از حد که در تمامی ساعات رمضان و مواسم حج وجود دارد، عملیات نظافت متوقف نمی شود، بلکه به صورت انجام می پذیرد که مزاحمت برای حرکت حاجیان و معتمران ایجاد نگردد. شستشوی کامل محل طواف با روش بسیار حرفه‌ای در کمتر از 30 دقیقه انجام می‌پذیرد. همچنین سنگ‌های مرمر و سنگ فرش‌ها و ورودی‌های منتهی به مسجد الحرام شستشو داده می‌شوند و پل‌ها و مناره‌ها و پله‌ها و درب‌ها و دیوارها و ستونها نیز نظافت می‌شوند. آبراه فاضلاب شستشو داده می‌شود و بر آن مواد پاک کننده و حشره‌کش اضافه می‌گردد. مساحت فضایی که در هر مرتبه شستشو داده می‌شود به 700,000 متر مربع می‌رسد و بعد از افتتاح توسعه جدید مساحت این فضا به 1,700,000 متر مربع افزایش می‌یابد. شستشوی کعبه هر سال از زیر نظر خادم حرمین شریفین خانه کعبه 2 بار شستشو داده می شود. ترکیب از مرغوب ترین نوع گلاب و فاخرترین عطر عود به همراه آب زمزم در ظرف‌های نقره‌ای مخصوص قرار می گیرند تا برای شستشوی کعبه استفاده گردد. صحن داخلی حرم و محوطه اطراف آن با حدود 30,000 قالی سبز رنگ فاخر فرش می شود. فرش های سبز رنگ مجلل که روزانه 3 بار نظافت و ضد عفونی می شود. کارگاه قالیشویی مدرن با پیشرفته ترین تکنولوژی روز برای شستشوی فرش های حرم در نظر گرفته شده است. در این کارگاه نظافت و ضد عفونی کردن فرش ها در 5 مرحله انجام می‌پذیرد. ابتدا عملیات غبار روبی و سپس شستشو و بعد از آن مرحله خشک کردن و قرار گرفتن در معرض اشعه خورشید انجام می‌گیرد. در پایان نیز عملیات ترمیم بافت فرش صورت می‌پذیرد. متوسط وزن زباله‌هایی که در یک روز عادی جمع آوری می‌شوند و 25 تن می‌رسد که این وزن در روزهای حج و رمضان به 90 تن در یک روز افزایش می‌یابد. ریاست امور نظافت حدود 2000 سطل زباله فلزی و پلاستیکی را برای جمع آوری زباله‌ها در داخل مسجد الحرام و بیرون آن فراهم کرده است. از کیسه های پلاستیکی مخصوص کفش ها که در کنار ورودی های حرم نصب شده اند، در ایام حج و رمضان حدود 2 میلیون کیسه به صورت روزانه مصرف می شود. ریاست امور نظافت به صورت مستمر درب کعبه، مقام ابراهیم، فانوس های حجر اسماعیل، درب های حرم،
قفسه های قرآنی و همچنین اشیای فلزی دیگری که در داخل مسجد الحرام و در محوطه اطراف آن قرار دارد را غبار روبی و براق می کند. عطر افشانی کعبه مشرفه و حجر الاسود و قسمت ملتزم و رکن یمانی با بهترین نوع عطرهای فاخر در طول روز ادامه دارد. همچنین با عطر عود و بخور از زائرین استقبال می گردد و فرشها و راهروها با گلاب عطر آگین می گردند که مقدار مصرف این مواد خوشبو کننده در طول یک ماه به 2000 لیتر می رسد. تمام این تلاش هایی که صورت گرفته و به فضل الله متعال همچنان جریان و ادامه خواهد داشت اگر قبل از هر چیز توفیق الهی شامل حال نبود هیچ وقت محقق نمی شد. و بعد از آن به خاطر حمایت همه جانبه است که از جانب رهبران حکیم صورت می‌پذیرد که افتخار خدمت به حرمین شریفین را دارند و سپس به سبب نظارت و پیگیری مداومی است که از جانب رئیس عمومی امور مسجد الحرام و مسجد النبی و از سوی معاون ایشان در امور مسجد الحرام صورت می‌گیرد و بعد از آن به خاطر تلاش‌های مردانی است که از خدمت رسانی به کعبه و تلاش برای آسایش میهمان‌های الله در مکه مکرمه برای خود عبادت و ثواب و فخر و پاداش کسب می‌کنند. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند این امت تا زمانی که حرمت این حرم را گرامی دارند و بزرگ شمارند در خیر و خوبی هستند، اما زمانی که حرمت آن را رها کرده و نادیده گرفتند هلاک می شوند. امام احمد و ابن ماجه آن را روایت کرده اند و ابن حجر آن را حسن دانسته است. خانه ام را پاک